مجید اخلاقی هستم. حدود 27 سال سابقه کاشیکاری دارم. جلسه‌ای که اینجا برگزار شد خب به یه شکلی میشه بوی تو اصفهان نو بود، جدید بود، کسی آموزشی برای این کار نذاشته بود، هیچ شرکتی، ولی همه به صورت سنتی و تجربی ها اینا کار میکردن و این خیلی خوبه که آدم به روز بتونه خودشو پیش ببره و بتونه همینطور که انواع و اقسام کاشی ها جدید دارن میشن، مهارت هم بتونه پیشرفت بکنه، جدید بشه و به روز بشه. ما خیلی خوشحالیم که تو این همایش شرکت کردیم و در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب. تشکر میکنم از شرکت آراتال که همچین برنامه‌هایی میذارن برای سرامیک‌کارایی که واقعا الان نمیدونن چسبی چجور باید کار کنن، علم این کارا ندارن و دوره هایی که دارن میذارن برای سرامیک‌کارایی که واقعا ما خودمون اکثرا نمیدونن. من خودم یه اسلبکارم و کار کردم تو این زمینه، ولی خب خیلی ها نمیدونن. اینا که اومدن، این سرامیک‌کارایی که اومدن خیلی خوشحال شدن از این برنامه‌هایی که دارید، خصوصا شرکت کاریزمایی که اومده ابزاراشو گذاشته برای همین کار و دارن تجربه میکنن. حالا یواش یواش با علمی که داره میاد به نوع جدیده، بچه‌ها همشون مشتاق همین برنامه‌ای بودن که داشته باشن و یکی یه تلنگری بزنه براشون بالاخره تا بیان جلو و رشد خوبی هم داشته باشن تو کارهای چسبی، خصوصا سرامیک‌کاریایی که الان دارن به روز کار میکنن با علم جدید. خیلی عالی بوده. ما که مشتریامون هر کدوم میفرستادیم اینجا راضی بودن الحمدلله و کیفیتی هم خوبی هم داشته، تنوعی بسیار بالایی داره.